شما درباره سفرهای هنری خارج از کشور کمی هم باشد با ما قصه میکردید؟ به ایران ما یک نمایشنامه تئاتر خود با نام بهرام چوبینه بود و من بسیار آرزو داشتم که این ایران ببینم، چون که درباره ایران بسیار خواندیم و فهمیدیم از شاهنامه ها و از همه تاریخ ها. دیگر بسیار مملکت ها بودن، هندوستان و همه مملکت های بسیار بودن اونجا و دیگر مملکت ها یک نمایشی بازی کردن و رفتن، جواب دادن رفتن. یکی خوشبختانه ما تاجیکای 3 بار همون نمایشنامه را ما روی صحنه آوردیم و تماشابین ایران بسیار خوب پذیرفت، چون که ما با ترجمانش در کار نبود، چون که زبان ما که یک است. و بهترین خاطره هایی که دارم از همون سفرهای خارجی در ایران بود. خیلی در مسکو هم بودیم، در لنینگراد هم بودیم، در بسیار شهرها بودیم. استاد چطوره که میبینیم شما در صحنه چقدر استادی حجم‌نگار هستید؟ آیا بار هم شده است که شما را یگان مرتبه در صحنه رنجانیده باشند؟ همین اگر تماشابین نقص گوش نکنه اما رنجاندن است. وقتی که هنرمند در نقش است، در حالت خود است، بعضا تماشابین هم میشود که گپ میزنن، گپ میپرتاین، یعنی میخوان که همه حالت ویران کنن. بعضا برای همین هنرمند عصبی شدنش ممکن. مثلا یک هنرمند در صحنه نقش آفریده شده است، روی صحنه در تمامی حسیات شد داده همین نقش بازی کرده است، همین تماشابین یک کس کدو قطعی میزنه در هنرمند. خیلی هست همین تماشابینی که بله هست امروز کدو خورد است و این کدو داده است، هم کدو قطعی هم هنرمند میزند، آمده دم یک کجمش میرسد در صحنه میافتد، مردم داد و فیغان میبردارن. این مردک در همه حالت هم هنرمند اصیل خودشو گم نمیکنه، همون کدو میبردارد، میگه که رحمت به همان مخلصی که کلهش کنده من بپرد. شما در صحنه دختر ناکام نقشی متغیر رو بازی دید. آیا در همین روزها چنین ملوحه است یا نه؟ در نمایش‌ها نشان میدن که آدم‌ها چیکار رو مشغول هستند، چیکار رو کرده شدن. اون ملایی که من در اونجا نقش آفریدم در دختر ناکام، این در عصر گذشته بودی، عصر 20 بوده که زیادتر شده باشه ممکن صفشان. السلام علیکم حضرت متولی. و علیکم السلام. بیایند خوش آمدند بیایند. نوری دیده تاج سر، مرحمت. به این طرف گذارید. خوش آمدند. السلام علیکم. مرحمت. نغز هستید ملا برهان؟ شکر. با دعای شما. شینید. تشکر. بسم الله. خوش آمدند. رحمت بله. آمین. خیریتی قدم. الله اکبر. کارها چه خیر ملا برهان؟ شکر. مرحمت. معلوم می شود که شما ملا برهان از کفش پیشمانی حضرت بزرگوار نمی ترسیده اید؟ اگر مرا با زوری راندن خواهد، سیری او را به مرید و مخلصانش گشاده داده بعد می روم. این طور باشد اینجا حضرت بزرگوار نه، بلکه خانه خود شماست. التماس همین که وظیفه کفش پیشمانی را از دست حضرت بزرگوار گرفته با آینده و روندگان و مخلص و مریدان این درگاه بلم خلل نرسانید. التماس دیگر آن که این سیر را فاش نکنید، زیرا سیری مردان پوشیده به گفتند. با این چه خیل؟ الله اکبر.